در زمانهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار مدینه منوره پیرزن با نام میهجان زندگی میکرد. این زن که فکر و حیثیت بلند و آزاده داشت باره به فکر فرو رفت و گفت اگر الله تعالی مرا از به ایمانی یعنی از مشرکی توزه نموده باشد من خانه او را توزه نگاه می‌دارم و قرار داد که هر روز مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را روبوچین میکند. بعد این او هر روز موافق تواناییش مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که در آنجا مسلمانان عبادت میکردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آنها صحبت میکرد روبوچین نموده توزه میکرد. میهجان زنی فقیر کم بغل ولی صاحب دل گشاد و چهره نور بود. هر باره که او مسجد رو روبوچین میکرد حس میکرد که به نهایت خرسند است چنانه که دل خود رو تازه کرده باشد. روز میهجان بیمار شده از جای خوابش خسته نتوانست. او از نمازخوانی با جنب پیغمبر صلی الله علیه و سلم محروم شد. تن او در بستر خوابیده بود ولی جان او یعنی دل او با مسلمانان پاکی که به سوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشتابیدند همراه بود. او بسیار میخواست که شفا یافته آن کاری نیکی خود را دوام دهد لیکن مریضی به این امکانیتش نمیداد. در گوشهای او آواز رسول الله صدا میداد که به دل و جانش خرسندی بخشیده در دل او خواهش عبادت در خانه خدا را پیدا مینمود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را یک چند روز در مسجد ندیده از حال او پرسان شد. با او گفتند او بیمار است یا رسول الله. این خبر را فهمیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عیادت او به کنار مدینه ره سپار شد. کسی پیش و پیش دویده رفته خواست که زن بیمار را خرسند نماید. خبر خوش میهجان رسول الله صلی الله علیه و سلم به دیداربینی تو می آید. این را شنیده میهجان از هیجان نمیدانست چی کار کند. قلبی از بیماری بیمدار گشته او تیز تیز میزد. در پیشانیش قطره های عرق پیدا شدند. بعد چند مدت او صدای آرام و فرامی را شنید. السلام علیکم گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. با احترام بزرگ به آن حضرت صلی الله علیه و سلم میهجان با آواز ناتوان تلفظ کرد و علیکم السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله در خانه او مدت زیاد نبود ولی این زمانی قیمت بهای بود که چون که رسول الله محافظ و پشت و پناهی کم بغلان و بکسان به دیداری شخصی پاک آمده بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفت الله پاک است و پاکان را دوست می دارد. ترمذی ادب 41. او خود مسلمانانی پاک دل را که برای پاکی تن و جان خویش و دیگران میکشیدند دوست می‌داشت. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بعد این حادثه زود از احوال میهجان پرسان میشد. حتی او باره به همسایگان میهجان گوش زد کرده بود. میهجان از عالم چشم پوشد ما را خبردار نکرده او را نگرانید. بگاهی دیگر میهجان جان خود را که به خدمت الله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فدا کرده بود به حضرت عزراییل سپارید. همسایگان زود تن او را شسته کفن نمودند. همه تیار بودند که جسد او را با راه آخرت گسیل نموده به خاک سپارند. آنها به خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. اما نماز خفتن را خوانده بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب رفته بود. این خاطر مسلمانان را مشوش گردانید. بعد دیدار بینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آبروی اعتبار میهجان در محله خود نهایت بلند شده بود. ولی اکنون باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او جنازه خوانده نمیتوانست که این برایشان بسیار ناخوش بود. همسایگان میهجان با یکدیگر گفتگو میکردند. قسمت همین طور بوده است. خوب میشد که ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ناراحت ننماییم. ممکن حالا در خواب او از الله تعالی وحی آمده ایستاده باشد و ما مانع آن شویم. ما او را ناراحت نمیسازیم. بنابراین میهجان را به قبرستان بردند.
ба ӯ намози ҷаноза хонданд ва ба хок супориданд. Дар ҳаққи ӯ дуо намуда мусулмонон аз қабристон баргаштанд. вақте ки саҳар расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалом аз саломатии ӯ пурсон шуд, ба ӯ ҷавоб доданд: тани ӯ ба хок супорида шуд, ё расулуллоҳ. мо ба назди шумо омада будем, вале шумо дар хоб будед ва мо нахостем шуморо нороҳат намоем. аз паси ман биёед, гуфт пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам, ва бо саҳобагон ба сӯи қабристони Бақӣ равон шуд. ҳамсоягон қабри умми Миҳҷонро нишон доданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалом ҳамроҳи мусалмонони ҳозир буда ҷанозаи умми Миҳҷонро якбори дигар хонданд. сипас дар ҳаққи умми Миҳҷон дуо намуда аз худованд барояш ҳасанот хостанд. дӯстони азиз, инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.